نگاه کنید بچه، من انگشتش رو برعکس میکنم، چوب مانیکورم رو میذارم، یک کوچولو سر ناخون عقابیه. میبینید فرم 2 یا 3 میشه تقریبا. سرازاد ناخون به سمت پایینه. پس قالبی که برمیدارم توی قسمت اپکسش رو باید متریال بیشتری کار کنم. خب قالب بچه ها 12 تا سایز مختلف داره. کوچکترینش 11، بزرگترینش 0. زمانی که میخوایم اندازه گیری بکنیم حدودا شما 2 تا سایز بردارید بذارید کنار که ببینید کدوم سایز اوکیه. یک سایز فیکس، یک سایز بزرگتر. حالا من میخوام اینجا 2 تا سایز برای شما بردارم. 4 خیلی بزرگه. این شماره چنده؟ شماره 6. 6 و 5 من میذارم. خب برای اندازه گیری قالب همیشه ما میگیم که مهم بزرگترین قسمت هایه که دقیقاً خروجی ما میشه. ما برای سایز زدن اصولی باید بذاریم از خروجی چپمون تا خروجی راستمون. الان من میذارم خروجی چپم تا خروجی راستم، ببینم فیکس میشه. بله این قالب شماره 5 اندازه است. قالب شماره 6 هم تست میکنم. بچه موقع اندازه گیری فشار دست نباید داشته باشید. نگاه کنید من محکم فشار نمیدم، دستمو بذارم با آرامش. نکنید میذارم خروجی چپ تا خروجی راستم بدون هیچ فشار دستی، کاملا سایزه. اگر شماره 6 رو نداشتم 5 رو انتخاب میکردم، ولی 5 رو دارم 5 کافیه. اوکی. حالا قواعد قالب رو میخوام بهتون بگم. اولین قسمت برای اینکه قالبمون رو صاف بذاریم اینه که محور مرکزیمون رو مشخص کنیم. یعنی یه خط صاف که صدف رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کنه. هم روی صدف مشخص میکنم هم روی قالبمون، چون بچه ها ما اصولا قالبمون رو کج میذاریم نسبت به نشستنمون. مثلا یکی کج میشینه قالبش رو کج میذاره، یکی دستش رو کج میگیره. این باعث میشه که این مشخص کردن این خطوط باعث میشه که ما قالبمون رو کامل صاف بذاریم، حتی اگر ناخون نیاز به اصلاح فرم داره. چرا؟ چون این ناخون اگر نگاه کنید رشدش به سمت چپه. میبینید رشد این ناخون به سمت چپه. نکته دوم مهم اینه که خروجی ها مشخص کنم. یادتونه بچه ها گفتم خروجی ها رو مشخص کنید که موقع مواد گذاری قالبتون خب خروجی ها رو اصولا ما نازک مواد میزنیم. قالبتون رو بذارید روی صدف ناخون و قسمت خروجی ها رو علامت بزنید. چرا؟ چون برای اینکه ما با دقت بیشتری مواد گذاریمون رو انجام بدیم. زمانی که خروجی ها رو علامت نمیزنیم موادمون جابجا میشه. دقیقاً تو قسمت خروجی اکثر ماها خالیش میکنیم. نکته بعدی مهم اینه که قالب و دست رو بچرخونم عزیزم. نگاه کنید قالب رو از نیم رخ گرفتم. خب میخوام ببینم که کدوم قسمت فاصله بیشتری با قالب داره. بچه اگه از نیم رخ دقیق نگاه کنید قسمت سرازاد که میبینید رو به پایین هستش با قالب من فاصله بیشتری داره. علامت میزنم روی قالبمو. دقیقاً میشه این قسمت. دیدین؟ اینجا شیب ناخون من بیشتره دیگه، پس فاصلش هم توی قالب بیشتر میشه. اینجا رو باید نیم میل مواد پلیژل بیشتری بذارم. و نکته بعدی مهم اینه که قد کارمون رو میخوایم تا کجا بزنیم. شما اصولاً توی کارتون میاد یه ناخون رو مثلا قدش رو تا اینجا میزنید تا مثلا شماره 3 4 5 تا شماره 5 میزنید، یکی میاد تا شماره 3 میزنید، یکی میاد تا شماره 4 میزنید. این که سایزهای مختلفی میزنید قالبا رو که میکنید یکی کلفتر یکی نازکتر. حالا میخواید همه رو هم اندازه کنید خیلی بد بتراشید، سطحش یک دست نمیشه. برای همین از اول مشخص کنید میخواید توی چه نقطه‌ای سایز ناخونتون باشه، از همون اول همه رو توی همون سایز بزنید. الان هم که رفتید تمرین کنید حواستون باشه که سایزا دستتون باشه. اگر تا شماره 4 همش تا شماره 4. اینا قواعد قالب ما بود که خیلی برای اولی که میخوایم کار کنیم مهمه، مخصوصا محور مرکزی. چرا؟ چون انگشت ما انحنا داره. یه نکته طلایی میخوام در مورد قالب بهتون بگم. همیشه ما قالبی که میخوایم از ریشه کار کنیم
این قسمت ریشه قالبمون خب بچه ها ضخامت داره، برای همین ممکنه که اونجا پله زیادی داشته باشه، دورگیری ما سخت بشه. برای هم با یه سوهان موکتی میام قسمت ریشه قالبمو کامل نازک میکنم. قشنگ قسمت ریشه قالبمو نازک کردم. میبینین کامل میتونم از ریشه با یه فید خوشگل مواد گذاری رو انجام بدم. یه نکته فیکس طلایی واسه یه ریشه میخوام بگم. همیشه زمانی که میخواید موادتون رو توی ریشه فیکس کنید، خب اگر اینجا قسمت ریشه‌ای باشه که قراره قالب ما فیکس بشه، ما میایم 2 میل پایین تر از ریشه در نظر میگیریم، جایی که قالب ما باید پیاده بشه. یعنی من الان اگر خواستم قالبمو پیاده کنم روی این صدف، نگاه کنید میام اول 2 میل پایین تر از قسمت ریشه پیاده میکنم، بعد کشویی هلش میدم میبرمش تا قسمت ریشه. پس همیشه 2 میل پایین تر در نظر بگیرید. هیچ وقت ما مستقیم قالبمون رو پیاده نمی کنیم، همیشه با 2 میل فاصله از ریشه قالبمون پیاده می کنم. توی موادگذاری قالب همیشه من از قلم‌های اشکی استفاده می‌کنم، شماره 6 یا شماره 8. چرا؟ چون بچه‌ها استپ‌های کمتری، یعنی گام‌های کمتری باید بزنیم تا مواد ما فیکس شه. ولی قلم‌های زبون گرمه‌ای شما باید مراتب بیشتر این مواد رو فید کنید، برای همین مدت زمان بیشتری طول می‌کشه. نگاه کنید قلم من، سر قلم تراکم کمه، وسط بیشتره، انتها خیلی زیاده. من همیشه با شکم قلمم متریالم رو فید میکنم. یه ذره قلمم رو به کلینزر آغشته میکنم، با زاویه 45 درجه نگاه کنید بچه ها. اگر بیاید اینجا مواد اینجوری هل بدید، ببینید مواد میزنه بیرون. خب ما میخوایم مواد رو توی ریشه به 0 برسونیم. یاد گرفتیم مواد توی ریشه ما باید به 0 برسه. زاویه 45 درجه با شکم قلمم دارم کار میکنم، به سمت پایین هدایتش میکنم. میبینید آروم آروم هدایتش میکنم. توی خروجی هامو حواسم هستش بچه ها، توی خروجی هامو خالی نکنم. 1 میل باید ضخامت توی خروجی های من باشه. توی ریشمو به 0 میرسونم و سرازاد قالبمو به ضخامت 0.5 میل میرسونم. خیلی پلیژل خوبیه. پلیژلی که دارم کار میکنم پلیژل مدیوم هستش، سخت نیست، فشار دست نباید برای پخش مواد زیاد باشه، خیلی هم سافت نیست که بخواد به قلم من بچسبه. دقیقاً مقدار موادمو درست برداشتم. اگر موادم زیاد بود کمش میکنم با چوب مانیکورم، اگر کم بود دوباره اضافه میکنم. اصلا مهم نیست که شما دقیق بردارید. خب الان نگاه میکنم توی خروجی های من کامل پره. توی ریشه من موادم نازک شده. ببینید بچه ها توی ریشه میبینید چقدر مواد من نازک و کم رنگ مشخصه. و سرازاد من رو نگاه کنید به 0.5 میل ضخامتش رسیده. میبینید به ضخامت 0.5 میل رسیده. قشنگ زمانی که میخواید قالبتون رو چک کنید، نور رو بیارید بالا، از کناره ها چک کنید. ببینید جاهایی که علامت زدم بچه، توی قسمت اپکسی که من اینجا سرازادی که علامت زدم که گفتم باید این قسمت که شیب میگیره مواد بیشتر باشه، فشار دستمو کمتر کرده بودم، مواد اینجا بیشتره. میبینید پررنگ توی این محدوده، دقیقا اینجا همون محدوده استرس پوینت من نیست، خروجی ها و این قسمت سرازاد. دقیقا من دارم استرس پوینت همو تقویت میکنم با موادامو توی خروجی و قسمت سرازاد گذاشتن. خب بعد از فید کامل قالبم میخوام پیادهش کنم. برای پیاده کردن قالبم نگاه کنید، قالبم رو روی بند اول انگشتم میذارم. هیچ وقت نمیام این سر بگیرم بچه ها، دستم لیز میخوره، خطا میرم. همیشه 4 تا انگشت رو بذارید یه سمت، 60 متقابلش باشه، بذارید روی بند اول. زاویه پیاده کردن شما باید 45 درجه باشه به صورت کشویی. خب یووی آماده است، من زاویه 45 درجه پیاده میکنم، میخوابونم، هلش میدم عقب. 10 ثانیه. کافی هستم. دست رو برمیگردونم، انگشت وسطمو میذارم زیر قالبم.
و موادم رو مرتب سازی انجام میدم. چقدر تمیز. به همین میزان میخوام اجرای قالبتون تمیز در بیاد. به هر میزان که قواعد رو رعایت کنید انقدر زیر ریشه کارتون تمیز در میاد. برید 10 ثانیه تو دستگاه خوشه بیاد بیرون پینچش میکنید. خب بعد از پیاده کردن قالبم، بعد از اینکه بچه‌ها 15 ثانیه تو دستگاه فیکس شد، میام با استفاده از پینچر 3 استپ فشار میدم و بعد قالبم رو جدا میکنم. به به، به همین تمیزی کار من اجرا شد. حالا من زیرش هم برمیگردونم شما ببینید چقدر ظریف‌تر اومد این پلیژل من. بره کامل توی دستگاه خوش. نگاه کنید بچه‌ها قالب من چقدر توی ریشه قشنگ فیکس شده و چقدر این قالب با اینکه پلیژل من مدیوم بود، پلیژل مدیوم داشتم، ولی توی ریشه خوب فیکس شده. زیرش هم به این تمیزی اصلا سوهان کشی نیاز نداره، در حد یه فرم دادن و فید کردن ریشه. خب سرسوهان کاجیمو برداشتم برای دورگیری. خب فقط دورگیری من نیازه که یه کوچولو توی ریشمو فید کنم بچه‌ها. اگر اینجا توی دورگیری دور موتورتون پایین باشه، نگاه کنید پله 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 پله. برای همین دور دستگاهتون، اگر دستگاهتون رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کنید، روی 1/2 تنظیم کنید و با فشار دست خیلی کم آروم آروم دورگیریمو انجام میدم. چقدر این قالب من تمیز توی ریشه من خوابیده. به به. فقط بعدش یه سوهان موکتی روش میزنم و تمام. کافیه دورگیری. خب حالا میخوام سوهان کشیمو انجام بدم. یه دیواره زیری دارم بچه. دیواره زیری رو که میخوام سوهان بزنم، نگاه کنید سوهانم رو 10 درجه چرخوندم به سمت سرازاد، گذاشتم زیر خروجیام، در راستای خط سایدول حرکت میکنم. سوهانم رو گذاشتم زیر سایدوال 10 درجه به سمت سرازاد چرخیدم. صاف نذارید بچه. صاف که میذارید فشارتون میره روی نقطه خروجیاتون، اشتباهی که دیروز آتنا کرده. صاف که بذاری فشار میره روی نقطه خروجی، اینجا پله میشه. 10 درجه بچرخون به سمت سرازاد، بعد در راستای خط سایدوالت سوهان بکش تا جایی که این خط کامل صاف بشه. نگاه کنید چقدر صاف و خوشگل شد. دستو برمیگردونم همینجور میذارم توی خط سایدوال سمت چپ، 10 درجه به سمت سرازاد میکشم میکشم میکشم. نگاه کنید چقدر صاف و خوشگل شد. حالا میخوام فرم بادومی، شیپ بادومی داشته باشم. سوهانمو 45 درجه میگیرم، سوهان میزنم سوهان میزنم سوهان میزنم سوهان میزنم. حالا نگاه کنید از نیم رخ چه فرم خوشگلی به من داد. بعد گوشه هاشو صاف میکنم و برای فرم نهایی دستو برمیگردونم، از روبرو بهش نگاه میکنم، سوهان میزنم. نگاه کنید عمود 90 گذاشتم داخل سایدوار، 10 درجه 10 درجه به سمت سرازاد میچرخونم. فرم خوشگلی شد نه بچه؟ نگاه چه فرم خوشگلی در اومد. کمترین سوهان کشیش کلا چند ثانیه شد؟ 5 ثانیه 6 ثانیه. فرم به این خوشگلی. بیلیکو نگاه کنید. این پلیژل با اینکه مدیومه ولی فقط یه سوهان موکتی هم بکشید کافیه. با دست سرسوهان موکتی اول دور تا دور کارمو فید میکنم و یک دور رفت و برگشت روی کارم میکشم. تا کجا موکتی ما باید بکشیم بچه؟ بعضیتون اینجوری موکتی رو میکشید میگید بسته، الان بسته. نه، باید تمام خطوط ما یک دست بشه. اینقدر میکشم تا همه جا یکسان مات بشه. لاکشل آیس خوشگل به من بدین. اینم از موکتی من. بعد زیر کارمم با سوهان کاجی یک دور نازکش میکنم. سوهان کاجی من مرسی هستم. فشار سوهان کاجی باید توی مرکز باشه بچه. زاویه‌تون باید کاملا خوابیده باشه. اگه زاویه‌تون 45 درجه باشه فقط اینجا نازک میشه.
کامل بخوابونید. فشار بدید توی مرکز، این وسط باید بره داخل. نگاه کنید خیلی تمیزش میکنم با آب و الکل. خب اینم بعد از سوهان کشی به همین ظرافت و تمیزی زیر کارم رو تمیز کنم با یک پد. زیر کارم، ضخامت نیمی، ریشه کارم به این تمیزی و یه فرم خیلی خوشگل. بچه کل این کاشت 40 دقیقه هم نمیشه، با لاکشلتون میشه 1 ساعت. برای اجرای لاکشل من میخوام از لاک آیس استفاده کنم. لاک آیس لایه اولو ضخیم میزنم. ضخیم یعنی بچه ها از متوسط یکم بیشتر، خیلی ضخیم نزنید که فرم سوهان کشیتون رو تغییر بده. کامل پخشش میکنم. خب برای اجرای آیس از مگنت استوانه‌ای استفاده میکنم. اول سمت راست حرکت میدم، بعد سمت چپ حرکت میدم، بعد میارمش سرازار. حالا نگاه کنید یه فرم خیلی خوشگل به هم داد. بره تو دستگاه خوشه. لایه دومو یه لایه نازک میزنم، دیگه مگنت نمیگیرم. خیلی یه لایه نازک پخشش میکنم به همین قشنگی. شد آیس من. بره تو دستگاه و در آخر تاپ کات. 15 شد. خوبه کافی. یه لایه متوسط تاپ کاتم رو اجرا میکنم. میذارم قسمت اپکس. یادتون باشه بچه تاپ کات نباید شره کنه. تاپ کات اگر شره کنه کارتون پلاستیکی همش لیفت میده. بره تو دستگاه.